در این تاگزار این نوع انگور از سالهای 90 عصر گذشته پرورش می‌یابد. حجمش نه آنقدر کلان، مزه شیرین، قناکیش بلند است. این تاگزار در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین، دهه چگم دهات چگم با مهنت سید احمد اکرموف و اهل اویله‌اش آباد شده. با حاصل فراوانش در بلند برداشتن سطح زندگی این اویله مساعدت کرده است. محصولات می‌فروشیم، نه به مرکز ناحیه بار کرده ماشین خطی می‌بریم می‌فروشیم. بعد موندگیش با در این تریتوری چگم می‌خریم، بازار داریم، در هم بازار می‌بریم سودا می‌کنیم، باز دیگر محصولات رو می‌کنیم، نه شیرینی می‌کنیم. آموزگار فن فیزیک سید احمد اکرموف برای بلند برداشتن حاصل انگور تاگزارش در سمت تاک پروری از تجربه پیشقدم استفاده کرده است. سال گذشته تجربه تاک پروران شهری تورسونزاده را آموخته، از آنجا نوی سرحاصل نیالهای تاک را دسترس نموده، با نیالهای تاگزارش پیوند کرده نوی تاک پرورش کرده است. او کوشش دارد که حاصل انگور تاگزارش را با این را زیاد نموده، هرچی بیشتر انگور استحصال نماید و با همین رو بازار ناحیه و منطقه رو با انگور شیرین تامین نماید. 4 تن 5 تن گرفتیم، سال ممکن 10 تن شود زیادتر. اما که سید احمد در تاگزار باغکاری هم کرده است. اینجا درختان گوناگون میوه دهنده پرورش می‌یابند. زیاده از 10 نمود زیادتر درختای میوه دهنده بود در بین تاگزار، جایی که خالی ماندن همواره را شنوندیم. آبادی به آب غیر امکان است. برای آبیاری نیالهای تاک و میوه با کوشش و زحمت‌های این موی سفید از مسافه 4 کیلومتر به این زمین خط آب کشیده شده است. 2 تانه ها سیستر داریم، در 3 روز همون 2 تن آب میشود که همون قدر استفاده میبریم که همین درخت‌ها را قاق شده نگه می‌داریم. دیگه برای ثمر گرفتن یا آب کمی میکنه. از سببی که سال خشکسالی اومده است، درخت‌ها کم قوت گرفته شدن، برای همین آب در کار در اینجا ما مراجعت کردیم که اگر یگون برنامه رشد باشد، اگر استفاده بریم یگون چاه بکنیم، اگر در اینجا ما دیگر محصولات را باز ما تیار کرده میتونیم. در دهات چگم برای تاک پروری اقلیم مساعد است. از چنین امکانیت استفاده کرده مثل امک سید احمد شماره تاک پروران سال تا سال می‌افزایند. از همین سبب میدان تاکزارها زیاد شده ایستادند. 143 هکتار باغ در حدود جماعت موجود می باشد. حاصلناکی در تاگزار امسال در حالت خوبی اگروصنعتی موجود می باشد. حاصلناکی هم نقص است. ما میتونیم که انگوری که للمه‌ای که در جماعت دیوتی چگم استحصال می شود در حدود ناحیه و بیرون از ناحیه پیشنهاد نماید. با دستور جماعت دهات چگم سید احمد اکرموف تاک پروران و باغکاران زمین باغ و تاگزارها را ثمرناک استفاده کردند. در تاگزار سید احمد بین قطاره‌های درختان و نیالهای تاگزار نخود و کارتوشکا امسال حاصل خوب دادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از دهات چگم ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید